گیاه رستاخیز. اکثر گیاهان بزرگ فرایندی در چرخه زندگی خود دارند که در اون بعضی از بافت‌های گیاه مثل دانه‌ها و گرده‌ها میتونن از خشک شدن جان سالم به در ببرن. برخی از گیاهان در صحرای چیهواهوان که مرزهای مکزیک و آمریکا را در بر میگیره وجود دارند که با نام علمی سلاژینلا لپیدوفیلا یا روز جریکوی بدلی و یا گیاه رستاخیز معروفند. این گیاهان گونه‌های متفاوتی دارند و از این نظر قابل توجه و خاصن که میتونن با از دست دادن کامل آب در بافت‌های رویشی تحمل کنن و زنده بمونن. گیاه رستاخیز خشک شده مثل یک توپ گرد به حالت خواب در میاد و میتونه تا چندین سال به همین حالت باقی بمونه، اما به محض اینکه به آب دسترسی پیدا کنه، حتی اگر ریشه‌ای در خاک نداشته باشه، در عرض 48 ساعت جانی دوباره میگیره و سبز میشه. این توانایی شگفت‌انگیز به علت انباشته شدن مقادیر زیادی از قند ساکاروز در بافت‌های این گیاهه که بعد از دریافت آب و متابولیزه شدن حیاتی دوباره میبخشه. ادعاهای زیادی در مورد فواید این گیاه مطرح شده که هنوز پژوهش‌های کمی صورت گرفته و به اثبات نرسیده.